میده که اون روندی که آرتیست حالا احتمالاً سعی داشته که به صورت یک روایتی که میگم نه همش یک روایت رو شکل بده، بخش‌های متفاوتی که مثل پازل کنار هم قرار بگیره و نسبت به درک مخاطب و اون پیشینه‌ای که از ادبیات و اون دانش قبلی و تجربه زیستش داشته حالا درک بکنه، خیلی بهتر توی این مجموعه آخر به ثمر نشسته. و به نوعی میشه گفت که این خیلی جالب و نادره. نمیگم اصلا نیست، ولی این هماهنگی در نمایشگاه‌هایی که 5 نمایشگاه متفاوت با موضوعاتی شبیه اما در این حال متفاوت میتونه اون فضای سینما، اون فضای دیالوگ رو به این سطح از پختگی برسونه. آرتیست بسیار چون خودش در مطالعه است و این باعث شده که خیلی خوب بتونه اون مفاهیمی که به صورت انتزاعی توی ذهنش بوده، سوال‌هایی که از نظر اجتماعی و سیاسی باهاش رو به جامعه الان خیلی خوب توی آثار پاسخ بده. و بنابراین این مجموعه ها در عین اینکه به هم مرتبطن اما در نبود همدیگه معنا دارن و این مثلا کار خیلی سختیه که شما با مدیای نقاشی بخواید کار انجام بدید و از این نظر آرتیست خیلی موفق مدیای نام یکی از بخش‌های این تحلیل دلالت‌های صریحیه که کتاب رو در سطح بازنمایی مستقیمی که ما در کتاب داریم با ترکیبی از چهره‌های انسانی خاکستری در پس‌زمینه و رشد گیاهان، گیاه‌های بنفش و سبزی که درش هست در پیش‌زمینه رو داریم. چهره‌ها به صورت فشرده است و من زمان بازنمایی شدن انگار که بخشی از یه حافظه جمعی هستن برای ما و یا آشیب تصویری هست. در انتهای 5مین نمایشگاه انفرادی و در مسیر این سالها از نقاشی و ویدیو آرت تا اینستالیشن و حجم رو تجربه کردم. در همه این پروژه ها دقیقاً مثل کودکی بازیگوش به جهان نگاه می‌کردم. کنجکاو کشف و بی‌پروا در اشتراک تجربه هام با مخاطب. یکی دیگه از دلمشغولی‌های همیشگیم نوشتن درباره هنر و نسبت آن با جامعه و شیوه زیستن مردم امروز بوده. نگاه من به هنر از دل زیستن در شرایط متغیر شکل گرفته. جایی که مرز میان ثبات و فروپاشی، میان معنا و بی‌نظمی پیوسته در حال تغییره. برای من هنر بازنمایی نیست، بلکه فضایی است برای جستجو، برای فهمیدن آنچه در لایه‌های پنهان زندگی جریان داره. در آثارم همیشه نوعی بازی میان ساختن و ویران کردن وجود داره. گاهی تصویرها از دل آشوب بیرون میان و گاهی دوباره در اون فرو میرن. به نوعی میتونم بگم مسیر من از تعلیق درونی و خلوت ذهنی شروع شد و به میدان بازی چند وجهی رسیده. جایی که خود هستی و روند نقاشی یکی میشن. در تمام این مسیر ترکیب مواد روی کاغذ و بوم برای من فقط ابزار نبوده، بخشی از معناست. روشی برای فکر کردنه، برای لمس کردن جهان و برای تبدیل تجربه‌های درونی به تصویر ملموس. کلاً کارهای خانم فرهستی‌آور یه میدانیه در برابر تمامی. مثلا زندگی و مرگ، شادابی گیاها در برابر چهره‌های بیجان خاکستری، یا طبیعت و مسئول وجود هندسی در برابر شاخه‌های اردوگاهی، یا فرد و جمع، هویت فردی در دل توده‌ای که اینجا وجود داره، یا زندان و رشد، قفس‌گونگی خطوط در برابر سبزی. یه بخش دیگه داریم رمزگان فرهنگی. اون چیزی که به من این تاب رو نشون داد، میتونم در کلمات بگم که حیاتیه در حافظه یا رشدیه در ایران که حاصل رمزگان امید و بازایی و مقاومت زیستیه که در دوران ایرانی و در حافظه جنگی رسانه من هست با این کارها خیلی باز نمی‌تونید ترکیب بندی های سورئالیستی مثلا توی کارها هست، یا حضور چهره کودکانه‌ای که در ساختار هندسی هست یه ارجاع نمادینیه به بی‌پناهی در برابر ساختار و سازگار قدرت و تاریخ.
و در جنبندی نهایی این کار به نظر من یه متن دیداریه که یه نشانه هایی داره، نشانه های بیرنگ و نرم بیرنگی داره که نرم فضا رو برای ما یه ذره میشکنی خاکستری که در کار هست که حیاتی که پس از اون فروپاشی که در اتفاق افتاده یه زیستنی در میان این پیرانه ها به ما القا میکنه. یه اول که جغرافیایی تغییره که نامش خیلی هوشمندانه از کاری ندارم انتخاب با مدادی مقرره رنگ نقشه این رنگ نداره خطوط در خواهد این فکرهای رستورانیستی که هرمز شکل منده مثل وقتی که میخوای سریعترها باید توی ذهن چی میزنه و اون فرمایه جدید و روایت جدید رو اعلام کنه. از طرفی توی استیتمنت اون نمایشگاه مثل شاسته موچولو اشاره شده بود به عنوان منبع بازم نبازم فقط منبع باز ما در دلیل پررنگ بود توی اون نمایشگاه. ولی جالب اینجا بود که شما وقتی که حالا اگر کسایی که داخل نروشون سوار هستن وقتی شاسته موچولو رو خونده باشیم و بعد آثار رو می‌بینیم نمی‌تونید المان‌هایی هم از توش ببینید اما کل فضا کاملا تداعیگر اون فضای خام کهکشانی که هنوز آفریده نشده به طور کامل، هنوز صیقل داده نشده، خامه، در کار است و معلق. آره به طی این 5 دانشگاهی که اومده جلو حالا انگار بدنم از نبرمانه به اوج پختگی رسیده بیشتر میتونه روایت نهادش رو خصوص بده. خطوط سفیدی که داریم مثل همچون برای من مسیرهای نوری هستند یا مرزهای شکست جهان عمل میکنن. کره ها، حباب ها، تداعیگر سلول ها و سیارات و حباب های حافظن برای این یادآور نقشه یا پوست زمینه و یه جورایی بازنمایی استعاری هست برای من از شهر یا بدن. در سطح ذهنی تحلیل نشانشناسیش ما وارد قلمرو احساس میشیم و یه جورایی با ناخودآگاه طرفی، با اسطوره طرفی، کلاهای نوری که توی کار هست. به نظر من نشانه‌ای از ذهن‌های به دام افتاده یا خاطرات پنهان شده. تقابلی که این دو تا نظام سازوکار با هم دارن، باز تقابل‌ها رو اینجا داریم توی این کار هم. سازوار بودن با آزاد بودن، مهار با جریان، تاریکی، نور و این دوگانگی‌های بنیادین روایت اوملاس رو هم واسطا بوده که یه شادی جمعی و رنج پنهان بنا شده میشه. به نظر من توی این کار مثل یه متن عمل میکنه. متنی که چند صداییه، از ما میخواد که